سلام به همگی. ممنونم که ویدیو جدید من رو دارین تماشا میکنین. من مونا هستم و امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم که برای خود من خیلی مهمه، چون خود منم از این مدل دانش آموزایی بودم که امروز میخوام در موردشون صحبت کنم. و اون این هستش که همه ما مدرسین زبان انگلیسی که کار تخصصی کودک انجام میدیم، همیشه سر کلاسای درسمون در کنار زبان آموزایی که خیلی پرشور و حرارت توی اکتیویتی های سر کلاس مشارکت دارن، دانش آموزایی هم داریم که اینا خیلی خجالتی هن و یا درونگرا هستن و معمولا دوست ندارن که توی فعالیت های کلاسی شرکت کنن و یا اگر هم میخوان این کار انجام بدن خیلی دچار استرس و اضطراب میشن. امروز میخوام یه سری راهکارهایی رو بهتون پیشنهاد بدم که با استفاده از این راهکارها میتونین این مدل زبان آموزا رو در حقیقت ساپورت بکنین و کمکشون کنین که صداشون سر کلاس درس شنیده بشه. اولین قدمی که ما به عنوان معلم باید برداریم این هستش که باید یه فضای امنی رو به وجود بیاریم که توی این فضای امن همه زبان آموزا احساس کنن که برای ما ارزشمندن، قابل احترامن و هیچ وقت قرار نیست که مورد قضاوت قرار بگیرن. و در کنار این فضای امنی که به وجود آوردی، حتما باید یک سری قوانینی رو در حقیقت تعیین بکنی که طبق این قوانین زبان آموزا تشویق بشن که به همدیگه احترام بگذارن، درک متقابلی از همدیگه داشته باشن و هیچ وقت همدیگه رو قضاوت نکنن. و اون دانش آموزایی که این قوانین رو رعایت میکنن حتما مورد تشویق قرارشون بدیم. دومین راهکاری که میخوام بهتون پیشنهاد بدم راهکاری هستش که واقعا معجزه میکنه در مورد این مدل بچه ها و اون اینه که همه ما توی کلاس درسمون یه سری دانش آموز داریم که خیلی اکتیون و در عین حال سپورتیون، یعنی خیلی دوست دارن که از بقیه حمایت کنن، به بقیه کمک کنن. ما باید بیایم این زبان آموزای خجالتی و یا درونگرا رو با این مدل زبان آموزا با هم دیگه جفتشون بکنیم، پیرشون بکنیم، تیمشون بکنیم و فعالیت های کلاسی رو که انجام میخوان بدن به صورت تیمی با این مدل زبان آموزا انجام بدن. وقتی که به صورت تیمی با هم دیگه کار میکنن، اون استرس و فشاری که روی اون زبان آموزای خجالتی و درونگرا هست کمتر میشه و تشویق میشن به اینکه مشارکت کنن توی فعالیت های کلاسی. سومین استراتژی که در مورد این بچه ها باید به کار ببرین اینه که مشارکت این مدل از زبان آموزا باید به صورت تدریجی باشه. هیچ وقت خلاف خواستشون مجبورشون نکنین که توی اکتیویتی های کلاس شرکت کنن و سعی کنین در موردشون خیلی با صبر و حوصله برخورد کنین و آروم آروم اونها رو در حقیقت هلشون بدین به سمت مشارکت کردن توی فعالیت های کلاس. اول با یه سری اکتیویتی هایی که استرس و فشار کمتری روی اونها داره شروع کنین، مثلا اکتیویتی های نوشتاری و بعد کم کم وارد دیسکاشن های 2 نفرشون اول بکنین. هرچی مثلا اوکی تر شدن، اعتماد به نفسشون بالاتر رفت، بعد میتونین وارد در حقیقت اکتیویتی های گروهی یا دیسکاشن های گروهیشون بکنین. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که زبان آموزای مختلف لرنینگ استایل های متفاوتی دارن و هر کدومشون یه مدلی زبان رو یاد میگیرن و ما به عنوان معلم برای اینکه بتونیم همه این مدل لرنینگ استایل های متفاوت رو پوشش بدیم باید بیایم توی کار خودمون تنوع ایجاد کنیم. یعنی روش تدریسی که استفاده میکنیم و همه اون اکتیویتی هایی که طراحی میکنیم برای کلاس درسمون باید خیلی متنوع باشه. از بازی های مختلف استفاده کنیم، رول پلی استفاده کنیم، کارهای هنری، دستی، موسیقی، همه این مدل اکتیویتی ها رو باید تو لسن پلنمون در حقیقت بگنجونیم که بتونیم تمام این مدل زبان آموزا رو با لرنینگ استایل های متفاوت پوشش بدیم. راهکار بعدی در مورد این زبان آموزا این هستش که کوچکترین تلاشی که
اینها انجام میدن و کوچکترین مشارکتی که سر کلاس دارن رو باید مورد تشویق قرار بدین و بازخورد مثبت بهشون بدین. این بازخورد مثبت و تشویق از طرف شما در حقیقت اون ریسک تیکینگ اینها رو تقویت میکنه و اعتماد به نفسشون رو بالا میبره. آخرین راهکاری رو که میتونم پیشنهاد بدم بهتون اینه که در مورد زبان آموزای خجالتی یا درونگرا یا کسایی که دچار استرس و اضطراب هستن وقتی میخواین توی فعالیت‌های کلاس شرکت کنن، اینه که در مورد این مدل از زبان آموزا خیلی صبور و مشاهده گر باشین. برای یک مدت اینها رو فقط تحت نظر قرار بدین و مشاهدهشون کنین. ازشون چیزی نخواین که بالاجبار توی هیچ اکتیویتی مشارکت داشته باشن. فقط مشاهدهشون کنین و بر اساس اون مشاهداتتون میتونین به یک نتیجه کلی برسین که چجوری میتونین به اینا کمک کنین. ببینین چجوری با بقیه زبان آموزا تعامل میکنن، چجوری ارتباط برقرار میکنن با بقیه. بر اساس این مشاهدات میتونین اون اپروچ خودتون رو در حقیقت تنظیم بکنین. حمایت کردن از زبان آموزای خجالتی و یا درونگرا نیازمند در حقیقت صبر و حوصله و خلاقیت ما معلم هاست و امیدوارم که راهکارهایی که من توی این ویدیو بهتون پیشنهاد دادم براتون مفید واقع شده باشه و بتونین ازشون استفاده بکنین و خیلی خوشحال میشم که توی قسمت کامنت برای من بنویسین که شما توی کلاس‌های درستون از چه راهکارهایی در این زمینه استفاده میکنین. ممنون که ویدیو من رو تماشا کردین و خوشحال میشم اگر دوست دارین راهکارهای بیشتری رو از من در زمینه آموزش زبان انگلیسی به کودکان ببینین، عضو کانال من بشین.